дуруд шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо рамани гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одина аз силсилаи хониши бадиӣ. гуфтори 12. камолхон аз шиддати таҳайюр сонияе дар ҷояш шах шуда монд. تغییر یافت. نرم گفتار و کم گپ شد. اکنون در مجلس و جماعت‌ها به مانند پیشتر تیز برآمد نموده با کلان شوندگان ریان انیقترش با قاسم بابایویچ بحث و مناظره نمی‌کرد. برعکس در یک گوشه خاموش می‌نشست. این تغییرات را نه تنها میرگن بلکه دیگرها هم احساس می‌کردند. دوستانش از این تغییرات خفه و دشمنانش خرسند بودند. کمالخان که یکی از بدخواهان حلیموف بود و در ضمیر دل به جای او صاحب شدن میخواست، در هر کوچه و تنگ کوچه چنین میگفت: بله، حلیموف پیشتر مبارز بود، شیر بود، اما حالا چی؟ گربه آشالود گوشت صاحب خانه را دزدیدگی بریم. کسی با قاسم بابایویچ برابر شود، انا همین خیل می شود. در سخنان کمالخان یک افتخار داوطلبانه احساس کرده میشد. بله، او از واژه خود آشکارا فخر میکرد. بنابراین هم حسن توجه میرگان نسبت به حلیموف در وقتهای آخر خیلی کم شده بود. از این سبب تبسم حلیموف حالا به نظرش ابلهانه مینمود. هیچ گپ نی میرگان سلیمویچ، با همان تبسم جواب داد حلیموف که از ضمیر دل میرگان آگاه نبود. من بیاننامه‌تان را با دقت خوانده برآمدم. تکلیفتان تکلیف خوب. 100-120 کیلومتر تراکتورها را رانده آوردن و باز بهاران 100-120 کیلومتر رانده بردن چی لازم؟
مگر در جایشان تعمیر کنیم بهتر نیست؟ او فکری من هم همین خیل. تراکتورها تماما شلق شدند. تا به MTS میاریم تماما چوش و پاش میشوند، گفت محزونانه میرگن. و بعد برای موضوع صحبت را دیگر کردن به ساعت دستش نظر افکنده پرسید: قاسم بابایویچ به کجا رفته باشند؟ ساعت قریب 9 شد. به لبان حلیموف باز تبسمی فراخ دمید. وای لبانش را به گوش میرگن نزدیک آورده پیچیراز زد: میگویند که امروز رسا ساعت 3 یک افسر و 2 سالدات پسرش را پیشانداز کرده به وی این کمک بردند. قاسم بابایویچ ساعت 3:30 به خانهاش برای تسلی دادن زنش و پروکرور رفیق به نزد جورهشان سیف رفته بود. انا حالا هم از آنها درکی نیست. از افتکار رفیق هم سیف را به گپ درآوردن نتوانست. قندش زند سیف. انا این را مردی حقیقی میگویند. به میرگن این شادی حلیموف معقول نشد. آدمی با عقل و تمیز و بدبختی دیگران نمیخندد. نمیخندد. در این وقت پیشاپیش قاسم بابایویچ و از قفای او رفیق تیزوتون به قبولگاه وارد شدند. درآیید رفیقان، غرونگاه زد قاسم بابایویچ در کابینت را گشاده. بیورو تیزوتون گذشت. در اول بیانات راهبریت MTS را خوانده دادند. بعد 2-3 نفر به مذاکره برآمدند. بعد خود قاسم بابایویچ لایحه قرار مجلس بیورو را خوانده داد. بیورو قرار کرد که آن تراکتورهایی که از MTS در مسافه 50-60 کیلومتر و از این بیشتر در صحرا از کار ماندند به دهات نزدیکترین کشاله کرده آورده در همانجا تعمیر کرده می شود. در پونکت 2 قرار به دیرکتور MTS میرگن سلیموف برای تأمین کرده نتوانستن راهبریت ویگور اعلام کرده می شد. همه به طرفداری چنین قرار آواز دادند. فقط حلیموف بی‌طرف ماند. قاسم بابایویچ مجلس را پوشیده اعلام کرد. همه گرازنان برآمده رفتند. در کابینت تنها صاحبش و کمال خان ماندند. میرگن به قاسم بابایویچ یک نظر افکند و فهمید که وی خفه است. بنابراین از عزمش که برای بی اساس ویگور دادنشان جنگ و جنجال کردنی بود برگشت و به سوی در روان شد. وقتی که میرگن در 2 کابینت را می پوشید آواز قاسم بابایویچ به گوشش رسید: وای سیفش آدم هم نبوده است. 3 شب و 3 روز به ایست برف بارید. در قریبی های صبح کاذب روز 4 چخیلی که سر شده بود همان خیل ناگه از باریدن باز ماند. اما بر عوض این شمال سرد برخاست و شدت سرما بیشتر شد. در وادی زرگرد قریب 0.5 متر برف بارید. می گفتند که در کوهها و دشتهای پاشنه کوهها برف از 1 متر هم بلندتر است. میرگن در عمر خود این خیل زمستانی سیر برف و سرمای شدید را ندیده بود. موی سفید خاشاکوف که سینش از 60 گذشته است نیز این فکر را تصدیق می نمود. 3 روز باز میرگن در MTS خواب می کرد. در خانهش به خانه بی آدم و سرد که در شبها از سکونت خاموشی گوشهایش قلف می زدن برگشتن نمی خواست. تمام روز را با دوادوی، تدارک و تشویش و تردد می گذراند و قریبی های نصف شب به بوغالتریا برگشته به بالای یگانه دیوانی آن که هر یک پروژینش با یک مقام صدا می برآورد مرده بر این خواب می کرد. برای وی بالشت و بستر لازم نبود. شیم و گیمناستیکش به جای بالشت و شینیلش هم به جای کورپه زیر و هم به جای کورپه بالا خدمت می کردند. 3 روز باز از دهان مردم زرگرد تعریف و توصیف سردار کمیسریت حربی سیف کنده نمی شد. کارنامه او تدریجاً با علاوه و اغراقها به تمام دهات ریان پهن می گشت. آخر تا حال کسی به قاسم بابایویچ چنین ضربه نزده بود. بله، برای این گرده در کار. مردم این اقدام سیف را هر خیل نقل می کردند. بعضی ها می گفتند که خودی سیف تپانچه در دست به خانه قاسم بابایویچ می آید و پسری 19 ساله اش را که چون بچه خردکک از بغل پدرش جدا شدنی نبوده است به زوری کشاله کرده می خیزاند
و به دوغ و پوپیسه قاسم بابایویچ و گریه و لابه زنش ذره اهمیت نداده راست به کمیسریت حربی سرانده میبرد. اما صورت حقیقی واقعیت چنین بود. وقتی که بار سوم پوسته میارند، پسر قاسم بابایویچ حرفی نگفته چیز و چارهش را میغندارد و همراه قاصد روان میشود. مادرش که به قدرت و حکم همسر صاحب منصبش از حد زیاد باور داشت، گوشک تلفن را گرفته آرامانه به قاسم بابایویچ سیم میزند. قاسم بابایویچ که خلق و اطوار سیف را از زنش بهتر میدانست، این خبری مشکوم را شنیده خیلی خفه می شود و پروکورور رافیف را به ماشینش سوار کرده به کمیسریت حربی میفرستاند. رافیف زده راست به کابینت سیف می درد و رسا بعد 6 ساعت با ابروان چین و قیافه خشمالود از آنجا می براید. در ظرف این 6 ساعت آنها از چه خصوص گپ می زدند، این را تا حال کسی نمی دانست. ساعت 10 بگاهی همان روز پسر قاسم بابایویچ را با یک گروه دعوت شوندگان به ماشین سوار کرده به دوشنبه می فرستند. فردای آن روز قاسم بابایویچ صبح دم به ماشینش سوار شده نیز راه دوشنبه را پیش می گیرد. آن 3 روز گذشت اما از او هنوز هم درکی نیست. در این 3 روز تمام تراکتورها را به امتیاز آوردند و آن قسمشان را که از امتیاز خیلی دور در صحرا از کار مانده بودند به قشلاق‌ها برده جابجا کردند. اکنون میرگن خاطر جمع بود. گرچند قسم‌های احتیاطی خیلی کم بودند، بعضی دیتال‌ها را رنده و سفته کرده جابجا می‌کردند. به هر حال یک نوع کرده تراکتورها را از تعمیر برآوردن ممکن بود. باز 3 روز گذشت. میرگن در این 3 روز در نزد کشتی هلندی نشسته پاپیروس می‌کشید، از رادیو خبرهای آخرین را گوش می‌کرد و متصل درباره رفت جنگ فکر و ملاحظه می‌راند. در وقتهای آخر فکر و ذکرش به تحلیل و تفسیر لشکرکشی ناپلیون به روسیه بند بود. آخر روس‌ها در آن وقت حتی مسکو را تسلیم کردند. با وجود این به دشمن شکست دادند. شاید زمستان مساعدت کند و ارمیه سوویتی هم به نیمیس‌های استیلاگر شکست دهد و شاید در ظرف 1 ماه آنها را رانده باز تا به برلینشان برده ماند. آنگاه پسرچه یکه و یگانه‌اش به خانه برمیگردد. میرگن به او زن گرفته میدهد و بچه‌هایش را کشتاره کرده کلان میکند. نبیره‌هایش را از پسر خودش هم بیشتر دوست خواهد داشت. آخر بیهوده نگفتند فرزند بادام، نبیره مغز بادام. میرگن از این فکر و اندیشه لذت برده چشمانش را پوشیده می نشست و از حالا بر دوشش گرمی تن و بر گردنش گرمی دست کودک را حس می نمود. انا بنابراین وقتهای آخر نسبت به آب و هوای مسکو و ولایت مسکو رغبت مخصوصی داشت. تا آن را فهمیده نمی گرفت رادیو را خاموش نمی کرد. چقدر که سرما در آنجا شدیدتر می شد، خرسندی میرگن همانقدر می افزود. در روز 4 وقتی که میرگن رادیو را درگیرانده درباره نبیره‌داری و کیفیت نبیره کلانکنی فکر کنان پاپیروس کشیده می نشست، دیکتاتور با آواز متنتن اعلان نمود که تمامی رادیوستانسیاهای اتفاق سوویتی کار می کنند. صدای دیکتاتور متنتن و فرح‌افزای بود. معلوم بود که او خبری خوشی را به سمع سامعانش رسانده نیست. همه آنهایی که در بوغالتریا بودند در گرد رادیو جمع شدند. میرگن نیز از جایش خیست. دیکتاتور با همان آهنگ متنتن اعلان نمود که عسکران سرخ در نزد مسکو به هجوم گذشته فلان پونکت های اهالی نشین را از فاشیستان نیمیس آزاد کردند. این خبر چنان ناگهانی بود که میرگن در اول به گوش خود باور نمی کرد. نه تنها میرگن بلکه دیگران هم از حیرت در جایشان شق شده ماندند. دیکتاتور باز یک بار خبر را تکرار کرد. بعد از این ندای شادیانه به سقف بوغالتریا پیچید. مردم یکدیگر را با آغوش کشیده با غلبه تبریک میکردند. میرگن نیز هر کسی که پیش می آمد با آغوش کشیده و از دو رخساره‌اش بوسیده با غلبه تبریک میکرد. وای از شادی و فرح مست و مدهوش بود. کی را با آغوش میکشید، کی را میبوسید، در این باره فکر نمیکرد. بنابراین چخیل بعد از شرافت خاله با آغوشش افتادن حسنیه را نفهمیده ماند.
وقتی که از دو رخسارش بوسید و به چشمانش نگریست و دو چشم سیاهی حلقه و جذاب و شراره‌بار را دید، ناگاه به خود آمد و خجالتمندانه به زمین چشم دوخت. با گونه‌های سبسفیدی حسنیت خون دمید. او نیز به زمین چشم دوخت و به قفا برگشته از مرگن دور شد. بعد از این واقعه مرگن دیگر در یک جای نشسته نمی‌توانست. هر روز با آن کلخازهایی که تراکتورها را به آنجا برده تعمیر می‌کردند سفر می‌کرد، یا خود استخوان‌های MTS را چرخ زده می‌برآمد. دائما تعمیرچیان را به تیزاندن سرعت تعمیر تشویق و ترغیب می‌نمود و بعضاً کارجامه یگان کارگر را پوشیده و آستینش را برزده با آنها یاری می‌رساند. اکنون نقشه‌هایش درباره نبیره‌داری و نبیره کلام‌کنی نیز تغییر یافته بود. در این سن جوانی برگردن بچه بار زندگی را بار کردن چی لازم؟ محاکمه می‌نمود او خود به خود. اول او را خواندن لازم. اگر از عسکری برگردد و صنف دهم را ختم کند، حتما به یگان مکتب عالی انجینری مسکو یا لنینگراد برده میمانند. نقشه‌هایش درباره آینده خودش نیز تغییر یافتند. پدرش در سن 43 سالگیش دوم بار خانه‌دار شد. انا حالا 4 پسر و 1 دختر دارد. قد پسرهایش به قدش برابر. وی نو به 39 قدم مانده است. چرا پس از آش سال باز خانه‌دار نشود؟ پاس خاطری زنش؟ آخر مهر و وفا به زنده ها لازم. تا زنش زنده بود وی به یگان زن دیگر با چشم بد نگاه نکرده است. حتی در خواب شب هم به دلش به چنین فکر و خیال ها راه نداده است. آخر یک عمر در بالای دیوان بوغالتریا خواب کردن ممکن نیکو؟ بله، به وی آدمی لازم است که چراغ خانه‌اش را فروزان دارد، دری خانه‌اش را برویش گشاید، از خورد خوراک و سر و لباسش با خبر شده ایستد. در عرفه سال نو شدت سرما خیلی سست شد. از شرق شمال رطوبتناک برخاست. دیر نگذشته ابری سفید شتاب آسمان را پوشاند. بعد باران نرمکک میده میده باریدن گرفت. بعد از چشت برف راه ها شروط شد. از زیر برف جویچه ها روان بودند. در چقوری و پستخمی ها کل و کلمک ها به وجود آمدند. آب برف تیز است، از نوک سوزن بر این سوراخی هم زود می گذرد. مرگن که روزانه برای خبرگیری بریگاد تعمیرچیان به کلخاز زرددار رفته بود، پایش نم کشید. در اول به این اهمیت نداد، اما قریبی های بگاهی هوا باز سرد شد و انگشتان پایش جز سوختن گرفتند. مرگن قریبی های شام با موتورسیکل به MTS برگشت. وی در اول خواست که در بوغالتریا پایتابه‌اش را کشیده خوش کند، اما متاسفانه مردک علومان بگاهی علو نمانده به خانه‌اش رفته بود. مضمون گمان میکرد که امروز بعد کار کسی به بوغالتریا نخواهد آمد. مرگن در نزد آتشدان بی علو کمتر فکر کرده ایستاد و بعد به چنین قرار آمد که شب عید، شب سال نو را در بوغالتریا گذراندن خوب نیست. آخر وی هم خانه و در دارد. ممکن است که یگان کس سوراخ کرده به درش آید. اگر دری خانه‌اش قفل باشد نقض نمی شود. خانه‌اش از بیرون هم سردتر بود. از آن بوی چنگ و غبار می آمد. در کنجهایش تاری تارتنک آویزان، یک کنج سقف نم کشیدگی. مضمون تنوکه آنجای بام سوراخ شده است و آب از آنجا شاریده به زیر شیروانی گذشته است. مرگن مایوسانه خانه‌اش را از نظر گذراند و سطل خالی را گرفته بر روی حولی برآمد و به سوی قزناقچه‌اش روان شد. خیریت که از سال گذشته کمتر هیزم انگیشت مانده بوده است. به پیچکه آتش گراند، برای چای آب ماند و رقص آتش را تماشا کنان به جوشیدن آب منتظر شد. بعد به خاطر آورد که در خانه‌اش نان نیست. در اول خواست که به خانه همسایه رفته یک تا دو تا نان قرض گیرد. بعد به خاطرش آورد که حالا نان را از روی کارتچکه میدهند. بنابراین از آنها که همه کارگرند و با نان کارتچکه زندگی میکنند، نان قرض گرفتن خوب نیست. علاوه بر این نان زیادتی داشتنشان هم برگمان است. با این فکر و خیال چای دم کرد. بعد درون جوان را کافتن گرفت.
از درون دسترخوان کهنه 4 پارچه نان قاپ مغار بسته برآمد. امروز که تشویش و تردد بسیاری داشت، برای خوراک چاشت از گرفتن نان کارتوشکاش فرصت نیافت. از بس که سخت گرسنه بود، نان قاق را به چای تر کرده دلونجه زدن گرفت. نان قاق مغار بسته به نظرش حلوا برین می نمود. در این وقت نصیحت پدرش به خاطرش آمد و به لبانش تبسم دمید. بار در ایام جوانی با پدرش در دشت ملیک جو درو می کردند. سخت گرسنه و مانده شده بر سر خوراک چاشت نشستند. مرگان تا جوشیدن چای طاقت کرده نتوانسته نان را با آب خنک تر کرده دلونجه زدن گرفت. پدرش این را دیده با تبسم مهربانانه گفت: دایما انا همین خیل نانت شکر بر این شیرین کرده خورد. مرگان به معنای این حکمت سرفهم نرفت، بنابراین متحیرانه به او چشم دوخت. پدرش سرش را سیله کنان شرح داد: تنها وقتی که سخت گرسنه مانی به سر دسترخوان بنشین، انا آنگاه نان قاق هم به نظرت شکر بر این شیرین می نماید. و بعد اندکی توقف کرده و عیارانه چشمک زده علاوه نمود: به زنت هم انا همین خیل معامله کن. به گونه های مرگان خون دمید. از خجالت به زمین چشم دوخت. ماه دومی خانداریش بود. عجب زمانه های بودند آن زمانه ها. نه غم داشت و نه تشویشه. کنی اکنون آن ایام، کنی جوانی. حالا با یک سری قاقش 1001 غم و تشویش. باز تقدیر گاه به بونی گردنش میزند و گاه به دوبری رویش. بر سرباری همه این کسی نیست که در این شب عید و ایام به او 4 درد دل کند. حتی بادیچه بزرگخان هم یک سری قدم به عیادتش نآمد. پدری خودش هم 4 ماه باز از احوالش خبر نگرفته است. بعد به خاطرش آورد که از ماه سپتامبر تا دکبر تنها نصف های شب به خانه برمیگشت و صبح دم باز به کار می رفت. ماه دکبر تماما به خانهش نآمده است. مادامی که دای مادرش قلف است، کی به عیادتش می آید؟ در این وقت بریگاد تعمیرچیان تورقل به خاطرش رسید. بریگاد در یکی از آغلخانه های کلخوز زرددار جای گرفته است. آغلخانه کمبر ولی خیلی دراز. از بینش با تخت دیوار به 2 تقسیم کردند. در نیمه یکمش تراکتورها می ایستادند، از نیمه دویمش برای دسته تعمیرچیان که از 12 نفر عبارتند خوابگاه ساخته بودند. بام آغلخانه از قمیش، بنابراین برای آتش زدن آن 1 دانه گوگرد بسنده است. مرگان می دانست که قریب همه اعضایان دسته پاپیروسکش و عرق نوش، علال خصوص کلی تورقل و ممدقل برلاس، باز مست شده یگان بلا را به پای نخیزانند. تا در این خانه سرد و کثیف یکه و تنها نشستن، به نزد آنها رفتن بهتر نیست؟ علاوه بر این بیگاهی هنگام بازگشت از کلخوز زرددار، تورقل، ممدقل برلاس، شتین و دیگر تعمیرچیان التماس کرده بودند که همراهشان سال نو را استقبال کند. علال خصوص خاله بچه‌اش محمود اسلاموف بسیار اصرار کرده بود، اما اون نان را پیش پای زد. دعوت آنها را قبول نکرد. مرگان خیلی وقت به آتشدان نگاه کرده نشست. با تدریج دمی آتش پستر می شد. انا در بالای لخچه های انگیشت خاکستری سفیدچه نشست. مرگان یک آه چقوری کشیده از جایش برخاست و به سوی در روان شد. بعد از چند دقیقه باز راه کلخوز زرددار را پیش گرفت. مرگان موتورسیکلش را به نزد تراکتورها در آورده ماند و بعد در خوابگاه تعمیرچیان را گشاد. در پیشگاه خانه در اطراف استال دراز و ناسفته و دغل ساخت تورقل، شتین، ممدقل برلاس و محمود اسلاموف می نشستند. آنها سرگرم قرطبازی بودند، بنابراین چخیل به نزدشان در آمدن مرگان را ندیده ماندند. در بالای استال در طبقچه چند پارچه خیلی سیاه، در طبق کرم شور 2 شیشه خالی، 1 شیشه نیمه، 6 استکان و 1 چاینک می ایستاد. معلوم بود که سال نو را خیلی بر وقت استقبال کردند. در آتشدانی که از باجکه خالی آهنی ساخته بودند و در میان جای خانه می ایستاد، آتش گراس می زد.
پوچاق چیگید که آن را به کراسین تر کرده بودند خیلی نغز می سوخت. در بالای آتشدان دیگ بلیق بلیق می جوشید. مرگان را پیش از همه تورقل دید. وای قرطه های دستش را به بالای استال پرتافته از جایش خیست. دیگرها هم این را دیده قرطه هایشان را به بالای استال مانده از جایشان خیستند. بیایید مرگان بای، بیایید، گفت تورقل گویا از آمدن مرگان خفه شده باشد. خسته حالانه باز به جایش نشسته. بغیر از تورقل دیگر همه به مرگان دست داده واخوری کردند. دیگرها کنی؟ پرسید مرگان از تورقل که سردار دسته تعمیرچیان بود. جواب دادم. وعده دادند که فردا صبحیدم باز در همین جا حاضر می شوند. جواب داد با دل ناخواهم تورقل و باز قرطه هایش را به دست گرفت. محمود که از این بی‌تکلفی تورقل نسبت به مرگان کمتر خفه شده بود، قرطه هایش را با تنفر به بالای استال پرتافته غرونگا زد. ای بس! به دلم زد و به کنج خانه رفته از آنجا برای مرگان یک ستول آورد. مرگان هم به سر استال نشست. تورقل که اکنون به تکلفی خود را پای برده بود، برای جبران کردن آن شیشه را گرفته نیم استکان عرق ریخت و به چشمان مرگان چشم دوخته با مهربانی گفت: کنی مرگان جان، یک تا از این آبی زمزم، این سبیل مانده غم و اندوه را زود دور می کند. دیگرها چی؟ پرسید با تبسم مرگان، چون که از این تبدلات افزای مصاحبش خرسند بود. دیگرها حقشان را خوردند، باز پیش از آش می گیرند. جواب داد تورقل طبق کرم شور و خلیب را به نزد مرگان مانده. در این وقت محمود از تگ استال شیشه را گرفته به استکان همه کم کم ریخت. کسی که مرگان سلیمویچ را حرمت می کند باید این قدح را به سلامتی سری آن کس نوشد. گفت از جای خسته: کنی به سلامتی مرگان سلیمویچ. مرگان تنها اکنون پی برد که کیف همه خیلی بلند است. محمود به دیگرها انتظار نشده مایه استکانش را به دهان ریخت و نفسش را باز داشته از استکان دیگر یک چند قلت آب نوشید. دیگرها به استکانهایشان کم کم آب انداخته با استکان مرگان جنگ انداختند. مرگان فهمید که در شیشه محمود سپیرت بوده است. بنابراین دستش را به سوی چاینک دراز کرد. یه وای عرق تازه، آب انداخته حرام نکن. به لبان مرگان تبسم دمید. گپش را بینند، آب انداخته حرام نکن. مگر این را دیگر خیلتر نرمتر کرده گفتن ممکن نبود؟ بله، تورقل آدمی بد نیست، اما اندک دخل نما. حتی گپی خوش گفتنی باشد هم دخل می براید. شاید به این عادت کرده باشد یا این خصلت فطری مادرزادی است. بله، در دنیا بعضم با این خیل آدمان هم واخوردن ممکن. مرگان قدهش را با همه جنگ انداخته و به خاله بچهش که متفکرانه یک پارچه خلیب را بوی کرده می نشست عیارانه چشمک زده گفت: برای چی تنها به سلامتی سری من بوده است؟ به سلامتی سری همه، برای تیزتر تمام شدن جنگ، برای صحت و سلامت برگشتن جنگاوران ما. مرگان استکان را به سر کشید. ای بالا تگیرم، ندا کشید تورقل و استکان در دست کلویده کلویده به نزد مرگان آمد و از گردنش آغوش کرده از لبانش بوسید. به لبانی همه تبسم دمید. هیچ کس گمان نمی کرد که تورقلی بدگپ و بددهن به چنین گوسالگی قادر است. تورقل نیز استکانش را به سر کشید و چون دید که محمود با او با تبسم می نگرد با جهل غرونگاز زد: چی می خندی؟ چی دیدی؟ کنی میمونه دیدی؟ و بعد به چشمان محمود که حالا هم تبسم می کرد کمتر نگاه کرده ایستاد و با تشدد بیشتر زم نمود: به دیگ نگاه کن. محمد قلی برلاس از کیسه ساعتش را برآورده با آن یک نظر افکند و سخن دوستش را تقویت داد: بله، به دیگ نگاه کنی بهتر است، آش پختگی است. محمود حرفی نگفته به نزد آتشدان رفت. بعد از 10-15 دقیقه در بالای استال یک طبق لنگری آش سرگوشت و سرمرچ پیدا شد. تورقل استکان مرگان را پر کرد. شیشه خالی را به تگ استال پرتافت و استکان خود را به نزد محمود گذاشت. محمود به استکان همه نیم نیم سپیرت ریخت. شتین از چاینک تنوکگی آب علاوه نموده پر کرد. محمد قلی برلاس ساعتش را برآورده به بالای استال ماند و غرونگاز زد: سبیل ماند، باز 8 دقیقه. همه به عقربک های ساعت نگاه کرده
و با تیق مکانیزمش گوش انداخته به فکر فرو رفتند. خوش سال 1942 میلادی چه خیل خواهد شد؟ بر سر آنها چه ها خواهد آورد؟ آیا سال نوی آینده را صحت و سلامت پیشواز گرفته می توانند؟ وقتی که تا سال نو 2 دقیقه ماند، محمد قلی برلاس استکان در دست از جای برخاست. دوستان، خطاب نمود محمد قلی برلاس وقتی که همه از جای برخاستند. در اینجا قدح‌های بسیار نوشیده شدند، اما انا این کل در این جای نطقش با استکانش به سوی دوستش که با او با تبسم می نگریست اشاره نمود. ما تاجیک ها اکثریت گفتن نماند که من یک برلاسی بیچاره دو دهن گپ زنم. انا مجبور شدم که خود را به شطاحی زده به اجازت سخن گیرم. اوی برلاس، گپ را روده گاو بر این دراز نکن، ساعت الکه 12 شد. با شوخی خطاب نمود جورش. نمور همان زهر و زقومت را میخوری، گفت محمد قلی برلاس اول به جورش نظر افکنده و بعد به مرگن عیارانه چشمک زده. خوش رفیقان، سخنش را ادامه داد. او قیافش را جدی کرده. من این قدح را برای آن می نوشم که سال آینده ایدی سال نو را انا همین خیل صحت و سلامت و اهلانه در یک جای پیشواز گیریم. فقط نه در این عاقلخانه، خطاب نمود محمود. اما هم قدحانش به سخنان او اهمیت ندادند و قدحهایشان را جنگ انداخته به سر کشیدند. بعد از عرق و سپیرت آش خیلی نغز می رفت. طبق زود خالی شد. در آن یک دانه هم برنج نماند. محمود به یک چاینیک کلان قربایی چای دم کرده آورد. وقتی که چاینیک هم خالی شد، تورقل از جایش خسته قرنگا زد. خوش رفیقان، وقتی خواب هم شد. ما آدمانی کاری باید رسا ساعت 7 از خواب خیزیم. همه از جمله خودی تورقل هم به سوی تپچنک ها روان شدند. محمود به نزد تپچنش رسید و گویا فکری به سرش زده باشد باز به پس به نزد میرگن برگشت و دستش را به کتف او مانده گفت: شما اکا با بالای تپچنی من خواب میکنید. تو چی؟ پرسید متحیرانه میرگن. من هو در آنجا، جواب داد محمود به یک کنج خانه که در آنجا 2-3 بغل پخال میخوابید اشاره کرده. نه، گفت میرگن دست خاله بچهش را از کتفش گرفته. من سرباز از جوانی به چنین چیزها عادت کردگی و راست به کنج خانه روان شد. تورقل چراغ را پف کرده کشت. میرگن پخال را هموار کرده دراز کشید و شینیلش را به بالایش گرفت. بعد از دقیقه به چاه چقور و تاریک فرو رفت. تنها قریبی های صبح کاذب از خواب بیدار شد. شینیلش را به کتفش پرتافته به نزد تیرزه آمده به ساعتش نظر افکند. ساعت اکنون 5 شده بود. باز به جایش دراز کشید. هیچ خوابش نمی آمد. خوب از این پهلو با آن پهلو گشت. نشد که نشد. خسته به نزد پیچکا آمد و سیگار پیچاند. بعد خاکستری آتشدان را کافته لخچه را یافت و سیگارش را درگیراند. سیگارکشان فکر میکرد که اگر بر وقتتر به خانهش برگشته به آتشدانش علاوه ماند خیلی خوب می شود. در بوغالتری خوب کردن بس، مردم عیب میکنند. بغیر از این ممکن است که کسی سراغ کرده به درش آید. اگر درش قلف باشد عیب می شود. من بعد آدم بر این کار میکند. رسا ساعت 9 به کار می آید و رسا ساعت 6 کار را ترک می گوید. وقتی باقی مانده را دیگر آدم ها بر این در خانه اش می گذراند. میرگن موتورسیکلش را از گراژ برآورد. راه یخ بسته بود. در چنین راه موتورسیکل راندن خیلی خوفناک است. با وجود این میرگن با تدریج سرعت را می تیزاند. سرعت موتورسیکل اکنون در 1 ساعت به 100 کیلومتر می رسید. یخچه ها از تگ چرخ ها چیرت چیرت می پریدند. شمال هم تا رفت تیز و سردتر می شد. اما میرگن که هنوز هم خمر عرق از ارگانیزمش دور نشده بود به همه این پروایی نداشت. قشلاق ها در روشنی خیره صبح چون آروخانه می نمودند. یکی از پس دیگر به قفا می ماندند. انا از کوپروک دریای کاشانه هم گذشت. اکنون در کتف چپ صحرای دامن فراخ و در کتف راست
سیلراهای چقور و وسیع طول می کشیدند. چقوری سیلراه 30-40 متر و وسیعیش تا به نیم کیلومتر می رسید. میرگان گشت موتورسیکل را سست‌تر کرد. اکنون تا زرگر 5-6 کیلومتر مانده بود. ناگاه از قفا 2 مراتبه پی هم صدای گلدراسی بلند شد. در برابر این چیز چند جای تختپوش و گردنش را لوازنان سوزاند. میرگان فوراً گاز را سر داده ترمز را پخش کرد. بعد از 100-120 متر سرعت را سست‌تر کرده رول را به سوی سیلراه تاب داده باز گاز را زیر کرد. تا لب سیلراه 100-150 متر مسافه بود. در قریبی سیلراه چرخ پیش به کلوخ یخبسته برخورد. میرگان از بالای رول پریده و در هوا یک بار معلق زده با 2 زانو و آرنج به زمین افتاد و چارپایه 1 متر بر این غیجیده رفت. اما زود گربه‌وار از جایش جسته خیست و به لب سیلراه دویده رفته 4 طرف را از نظر گذراند. ناگاه چشمش به طرح 2 آدم افتاد که با عجله به سوی سایه جری آن ساحل سیلراه می دویدند. میرگان در یک آن فهمید که محض همین 2 آدم به وی تیر خالی کردند. او در دست یک نفرش میلتیق. میرگان در 1 ثانیه تپانچه‌اش را که دایما همراهش گرفته میگشت برآورد. مسافه 300-350 متر بود. میرگان نغز میدانست که با تپانچه به چنین مسافه به نشان تیر زدن امر محال است. با وجود این اندک بالاتر نشان گرفته 8 بار تیر خالی کرد. صدای تپانچه 8 بار خاموشی شب را پاره نمود. بعد از چند ثانیه آن 2 شخص خود را به سایه جری زدند و از نظر غایب شدند. میرگان تپانچه بی تیر را با جهل به زمین زد و به لب سیلراه نشسته هنگاز زنان گریستن گرفت. چندان گریست که پیشتنه شینیلش تر شد. وی در عمرش این خیلی نگریسته بود. بعد از چند وقت احساس نمود که تگش نم کشیده است و بعد احساس نمود که گردنش ویژ ویژ می سوزد. با کف دستش گردنش را مالیده باز کف دستش را به پیش چشمانش آورده دید که خون آلود. بعد از دیدن خون درد گردن و تخت پشتش باز هم شدیدتر شد. اکنون طاقت فرسا بود. آرنج و زانوهایش نیز جیز جیز می سوختند. مضمون در وقت از موتورسیکل پریده افتادن خراش خوردند. میرگان از جایش برخاست، تسمه‌اش را کشاد و از نیمه پایان کرته تک‌پوشیش را درانده گردنش را بست. بعد به نزد موتورسیکلش آمد که به یک پهلو قطع شده بود. میرگان آن را با جهل به بالا کشیده درست کرده و موتورسیکل را تیله داده به راه درآورد و موتور را به کار انداخت. بعد از 10 دقیقه در بیمارستان را میکوفت. مضمون کسل و کسلبانها در خواب فراغت بودند. بعد از خیلی وقت سانیترکه خوابالود در را گشاد. میرگان به دهلیز بیمارستان در آمد. دهلیز گرمکک بود. از آن بوی خلوروفرم و کربالک می آمد. در پیشگاه دهلیز دکتر حکیمی نمایان شد. از افت کار وی هم در خواب بوده است، چون که سراسیمه‌وار یکتای سفیدش را پوشیده می آمد. در نزد در میرگان را دیده حیران شد. میرگان بای، بخیر. آنها هنوز از سال 1929 شناس بودند. در آن وقتها میرگان در پالک سواره خدمت می کرد و حکیمی در راتع آنها ناظر طبی بود. هنوز از همان وقتها با یکدیگر تو گویان مراجعت می کردند. به گردنت چی شد؟ پرسید حکیمی لطپیش بودنی گردنی میرگان را دیده. چپخان برآمد؟ اگر چپخان می برآمد به نزد تو نمی آمدم. برای واخوری دستش را دراز کرده ورنگال زد میرگان. 2 سگ به من تیر خالی کردند. حکیمی دیگر حرفی نگفته او را به خانه جراحی برد. زود 2 همشیره طبی پیدا شدند. خودی حکیمی به دستش سوزن دارو کرد. بعد همشیره های طبی شینل، گیمناستیارکا و کرته تگش را کشیده به بالای کچه کمبری به شکم خواباندند. حکیمی دانه های ساجمه را با پینچت چیده به درون ظرف سیرداری می پرتافت. هر یک دانه ساجمه به تگ آن برخورده توک توک صدا می برآورد. همشیره های طبی به جای های زخم شده و خراش خورد یاد مالیده داکپیچ کردند و بعد به میرگان برای خستن کمک رساندند. هیچ گپ نه، تسکین داد حکیمی
зарфи сирдорро ба даст гирифта ва сожмаҳоро ба Мерган нишон дода. Ягон тааш ба рагҳои хунгузар ва торҳои асаб зарар накардааст. Мерган акнун ҳис намуд, ки дар ҳақиқат ҳам захмдор аст. ёд захмҳо ва зонуву оринҷҳоро месӯзонд. сараш фир-фир чарх мезад. Мерган то ки беҳуш шуда наафтад, бо китфи чап ба девор такя карда меистод. яке аз ҳамшираҳо, ки зани миёнсоли қадбаланд ва танӯманде буд, ба сари Мерган куртаашро пӯшонд. ҳамшираи дигар аз зери бағалаш дошта дасташро ба остини курта тиқонд. ҳамшираи якум шимашро боло карда тасмаашро баст. Мерган то ки наафтад, боз ба болои кад нишаста ғурунгоз зад. раҳмат, мондагиашро худам мепӯшам. ва шинелашро ба даст гирифта ва тахтапушташро хеле вақт аз назар гузаронда, бо табассуми зӯракӣ илова намуд. падарсагҳо ғалбер бар ин сурох карданд. ҳайфи шинел, ҳоло на панав буд. ва аз қабати моҳути шинел боз 4 сожма ёфта, онҳоро ҳам ба зарфи сирдор партофт. ба лаби ҳамшираҳо табассум дамид. аҷаб одамест ин Мерган. пӯсташро аз 17 ҷой сурох карданд, аммо ӯ на дар ғами пӯсташ, балки дар ғами шинелаш. ҳакимӣ, ки авзои Мерганро нағз эҳсос менамуд, медонист, ки ҳамаи ин гапҳоро барои аз даст надодани мардӣ гуфта истодааст. бинобар ин ба ҳамшираҳо бо чашм ба сӯи дар ишора намуд. онҳо ба Мерган меҳрубонона як назар афканда, зуд аз хона берун шуданд. ана расо 21 шуд. ачко, гуфт ҳакимӣ сожмаҳоро ба Мерган нишон дода. бурд аз они ту. бале, бурд доимо аз они ман, мутоиба кард Мерган. гарчанде зиндагӣ паёпай зарба ва баъзеҳо тир заданӣ мешаванд. ва баъд аз адои ин суханҳо бо табассуми зӯракӣ аз ҷояш хестанӣ шуд, аммо ҳакимӣ ба китфаш даст расонда маъ намуд. шиншин, ту бояд камтар дам гирӣ. ман ҳоло ба ту гап дорам. ва худаш низ аз ҷарроҳхона берун баромад. шумо романи гузашти айёми нависандаи халқии тоҷикистон ҷумъа одинаро дар қироати ҳунарпешаи халқии тоҷикистон нуруллоҳи абдулло аз силсилаи хониши бадиӣ шунидед. анҷоми гуфтори 12